سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد طرحواره رهاشدگی صحبت کنم. امکان داره این سوال برای شما پیش بیاد که طرحواره چیه؟ اول ازتون خواهش میکنم که این ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب کنین. ممنون میشم ازتون. خب بریم ادامه بحثمون، ادامه ویدیومون. طرحواره در واقع چارچوب ورودی اطلاعاته. اون گفته ها، اون حرف هایی که ما از والدینمون، از افراد مهم زندگیمون شنیدیم در کودکی که باعث شکلگیری یه سری طرحواره های منفی میشه در ذهن ما و در ناخودآگاه ما. و این طرحواره های منفی باعث میشه ما در بزرگسالی وارد روابطی بشیم که دقیقاً اون طرحواره ما رو فعال کنن و برامون مشکل ساز بشه. حالا طرحواره رهاشدگی چیه؟ شخصی که طرحواره رهاشدگی داره مدام ترس از دست دادن داره، مدام این ترس رو داره که نکنه طرف مقابلم ترکم کنه. حالا علتش چیه؟ علتش برمیگرده، یکی از مهمترین علتهاش اینه که معمولا والدین اون شخص کاری به کارش نداشتن یا اون توجه لازمه رو بهش نداشتن، یا اصلا والدینش بیمار بودن، افسرده بودن و اولویتش خودشون بودن، بچهشون نبوده اولویتش. و یا اینکه والدین شخص امکان داره که تو اون سنین کودکیش از هم جدا شده باشن که این خیلی در واقع علت مهمیه که باعث شکلگیری طرحواره رهاشدگی در ذهن اون شخص میشه. حالا چی کار کنیم که این طرحواره رهاشدگی رو در واقع تضعیف کنیم؟ یکی از تکنیک های مهمی که توی در واقع طرحواره رهاشدگی ازش استفاده میشه تکنیک دوربین هست. حالا تکنیک دوربین چیه؟ تکنیک دوربین میگه اون احساس شخصی و اون معنایی که خودت به اون اتفاق میدی و از اون اتفاق حذف کن، ببین چی میمونه برات، ببین اصلا واقعا چیزی ناخوشایندی وجود داره. به عنوان مثال شخص پارتنرش میره سفر و شخص مدام ترس از دست دادن داره، مدام به خودش میگه نکنه پارتنرم توی سفر با شخص دیگه آشنا بشه و منو ترک کنه. این احساس شخصی اون فرده که از در واقع طرحواره رهاشدگیش نشأت میگیره. امکان داره اصلا پارتنر اون شخص آدم در واقع خیانتکاری نباشه یا اصلا با کسی آشنا نشده باشه و این حرف ها صرفاً از ناخودآگاه و طرحواره رهاشدگی اون شخص میاد که خب مشکل ساز میشه. ولی وقتی شخص پی به این میبره که من طرحواره رهاشدگی دارم و باید با تکنیک دوربین اینو تضعیف کنم، این باعث میشه اون در واقع طرحواره منفی به مرور در واقع در ذهن شخص کم رنگ بشه.